بیان داشتیم که برای پدری با وفا، فرزندی با وفا در زمان پیری عصای دست پیری است. مولانا از حال دو دوست یک حکایت میکند. سیری را که با دوست میگد نه به فرزندش میگوید، نه به برادرش میگوید، نه به همسرش میگوید. مولانا بیان میکند که دو مرد یک زمان دوست بودند، دو قالب در تگ یک پوست بودند. میگه دو مرد در زندگی دوست و برادر بودند، یک جا خواب میکردن، یک جا زندگی میکردن، یک جا طعام میخوردن. یکی از قسمتی دار و مدار با آه و گریه ای طفل بود زاره. میگه همین تقدیر الهی، خداوند یک دوست فرزندای خوب داد، یک نفر دیگرش از آیلش فرزندار نشد. نزد طبیبا رفتن، نزد عالما رفتن، گفتن که از شما فرزند نمی شود. پس این نفری که الله ذوالجلال برای او فرزندهای خوب داده بود، فرزندها که کلان شدن، پدر از دهات و ملکهای آباد آوردن. گفتن پدر جان بیام یک ملک آباد زندگی کنیم. و این مردی که فرزند نداشت در همون دیه ماند. یک روز فرزندها به نزد پدر طعام آوردن. همین طعام دید یک آه کشید. فرزند گفت که پدر جان چرا آه کشیدی؟ گفت در زمان جوانیم یک دوست داشتم، همین طعام یک جایه بسیار دوست می داشتیم، همون به یادم رسید. فرزندش گفت که پدر جان میخواهی دیدار دوست ببینی؟ گفت کیره نمیخوره که دیدار دوست ببینه. بعد یک مقدار راه کیرا آماده کردن برای پدر، روانش کردن جانب دیهه دوست. آمد در دیهه رسید، خانه دوست پیدا کرد، در خانه دوست کوفت. یک جوانی تقریبا 20 ساله درک شد. حیران شد، گفت صاحب خانه کجاست؟ این جوان یک کلبه این ویرانه را نشان داد. گفت صاحب خانه بیمار است، در داخل همین کلبه خواب است. این دوستی که از ملک‌های آباد رفته بود، رفت که دیدار دوست شدید، بسیار گریه کردند. بعد از دوستش پرسید، بی گفتا این جوانی درگهت کیست؟ تو را خدمتگزار است، نام او چیست؟ گفت هی برادر، من میدونم که تو فرزند نداشتین. همین جوان کی بود در من اکشاد؟ یگان خدمتگار تای یا این فرزند از کسی گرفتی کلام کردی؟ این مرد بیمار هم گفت نه، گفتی بچه مای. گفت تو بچه نداشتی؟ گفت پیدایش فرزندم یک قصه است. گفت بگو قصه تا. گفت هر کسی که می دیهه ما مهمان میشد، من پیش او میرفتم و میگریستم، میگفتم برادر در حقم دعا که خداوند بچه‌م بده که نامم از زمین زندگی گم نشود. گفت یک روز یک عالم آمد دیهه ما مهمان شد، نزد او رفتم، گریه کردم. عالم برایم گفت از زمین بین مردم بیرون برو، یگان بلندی برو، یگان تپه که درخت داشته باشد، در زیر همون درختی که بالایت سایگی کند، 40 روز پایان نبیا. با خدا گریه و زاری که خدا فرزندت میته. گفت گپی همی عالم گرفتم، 40 روزه آب گرفتم، دیگر طعام نگرفتم، فقط آب میخوردم و طهارت میکردم و گریه میکردم. الله ذوالجلال همین فرزند برایم نصیب گردانید. دوستا با هم چند نشستند. این دوست شهری گفت که برادر من دیدم که خدا فرزند داده است، زنده آواز زنده تا شنیدم، بیا خیلی خدا حافظی میکنیم کن. بعد همین جوان وقتی که مرد بیمار دوست تا پیش در آورد، این فرزندش گفت که من رفیق تو را گسیل میکنم. تا پیش در خانه را بردش، رفیق پدرش. بعد جانبی رفیق پدرش گفت من گفت از همین پدرم از پشت در یک قصه شنیدم که پدرم گفت زیر یک درخت رفتم، 40 روز ناله کردم، نه که من نفهمیدم که همین پدرم
همین نقطهش نگفت که همون درخت در کجاست. بعدی دوستی پدرش گفت ای جوان درخت چی کار میکنی؟ خدا پدر رو داده است خدمتش کن، خدا مادر رو داده است خدمت کن. درهای جنت همین پدر و مادر هستند. دوستای مهربان، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند که دعای پدر و مادر در حق فرزند مثل دعای من بر امتانم است. همین پیغمبر خدا چنده امتاش دوست می‌داشت، دعاش قبول میشد. دعای پدر و مادرم مثل دعای پیغمبرها قبول میشود. اگر کسی در زندگی پدر و مادرش خدمت کرده باشه، باور کنید پدر و مادرش دعا کند خداوند او را به مقصد میرسونه. بعد جوان گفت که جانبی دوستی پدرش گفت منم یک فریاد دارم، یک آه دارم، یک خواهش دارم از خدا. این مرد شهری حیران شد. وی جوان تو 20 سال عمر داری، پدری خوب داری، خانه داری، چی خواهش داری؟ جوان گفت خواهش من همین است، خدا گیرد به زودی این پدر را زیدوشم این بلای درد سر. گفت دعای من همین است که خدا این پدر ما تیز بگیره که بیزار شده من نگاه بیشه. میگه که خدایا لحظه پیری نگه دار، خدایا لحظه پیری نگه دار، مساز از خیش پیوندان بیزار. خدا میگه در پیری خار نکنه، محتاج نکنه. این روزگار میگذرد. امروز مال داری، حال داری، روزگار داری، همه دوستت میدارن، لیکن روز بیاید که فرزند آرزوی دعای پدر و مادر کنه.